1. پنگوئن ها هم خواستگاری میکنن. پنگوئن ها مشکلی در جذب مخاطب انسانی ندارن. در سراسر دنیا پنگوئن ها از محبوب ترین حیوانات هستند. کی دوست نداره شنای پرنده‌ای بامزه رو تماشا کنه؟ انسان‌ها به راحتی تحت تاثیر پنگوئن ها قرار میگیرن. ولی یه پنگوئن باید تلاش بیشتری کنه تا هم نوع خودش رو جذب کنه. اگه یه پنگوئن نر بخواد یه ماده رو تحت تاثیر قرار بده، ممکنه یه مراسم عاشقانه خاص ترتیب بده. نرها براق‌ترین و نرم‌ترین صخره‌ها رو در ساحل پیدا می‌کنن و به ماده مورد نظر پیشنهاد میدن. اگه ماده قبول کرد، 2 پنگوئن شریک جفتگیری میشن. اگه به اندازه کافی جذاب بود، زوج خوشبخت از اون صخره‌ها به عنوان پایه لانه خود استفاده می‌کنن. این پرنده‌ها به ما یادآوری می‌کنن که عشق چقدر میتونه شیرین باشه. 2. گاوها هم دوستای صمیمی دارن. انسان‌ها تنها حیواناتی نیستن که برای دوستی‌های نزدیک ارزش قائل باشن. محققان دانشگاه نورتهمپتون دریافتن که گاوها هم میتونن دوستان نزدیک داشته باشن. اونا نه تنها از گذران وقت در اون گروه‌ها لذت میبرن، بلکه وقتی با بهترین دوستانشون هستن، استرس کمتر و ضربان قلب پایین‌تری رو تجربه میکنن. درسته ما گاوها رو موجودات اجتماعی تصور نمی‌کنیم، اما تعجب خواهید کرد که چقدر روابط اونا میتونه معنادار باشه. 3. سنجاب‌ها بچه‌ها رو به سرپرستی قبول میکنن. سنجاب‌ها عموماً حیوانات غیر اجتماعی هستند. اونا بر سر غذا و قلم رو دعوا میکنن و معمولاً به تنهایی زندگی میکنن. اما دانشمندان جنبه مهربان‌تری از اونا رو کشف کردن. اگه بچه سنجاب از خانواده‌اش جدا بشه، بزرگسالان خانواده برای این فرزندخوندگی تمام تلاش خودشون رو میکنن و برای اون غذا و سرپناه فراهم میکنن و اونو طوری بزرگ میکنن که انگار بچه خودشونه. هرگز مهربانی و سخاوت رو دست کم نگید. 4. سمورها دست همدیگر رو میگیرن. اگه تا به ها سمور دریایی دیده باشین، احتمالاً دیدین که اونا توی آب چرت میزنن. روی پشتشون شناور میشن و زیر نور خورشید میخوابن. اما این خوابیدن در اقیانوس با خطراتی همراهه. مثلا ممکنه هنگام خواب از دوستا و خانواده دور بشن. بنابراین برای اجتناب از این موضوع، سمورها هنگام چرت دست همدیگر رو میگیرن. این عادت دوست داشتنی خانواده‌های سمور رو کنار همدیگه نگه میداره. 5. سگ‌ها واقعا بهترین دوست انسانن. اما آیا اونا هم همین احساس رو دارن؟ برای سالها فکر می‌کردیم که سگ‌ها فقط به این علت مانند دوست با ما رفتار می‌کنن که ما به اونها غذا و مکان راحت برای خواب میدیم. شکی نیست که ما سگامون رو دوست داریم. اما آیا اونا هم ما رو دوست دارن؟ تحقیقات نشون داد هنگام تعامل با هم دیگه در بدن انسان و سگ اکسیتوسین ترشح میشه که به اون هورمون عشق میگن. اسکن‌های مغزی همچنین نشون داد که سگ‌ها وقتی بوی صاحب خودشون رو حس میکنن خوشحال‌تر میشن. پس نه تنها ما رو دوست دارن، بلکه اغلب در حالتهای عاطفی با ما سهیمن.